درود خدمت شما شنوندگان محترم کانال دژاوو. من سارا جوان هستم و خوانش این کانال رو بر عهده دارم. قصدم بر این هست که در هفته چندین قسمت از کتاب‌های معرفی شده در برنامه کتاب باز رو که جناب آقای مجتبی شکوری که معرف حضور خیلی ها هستن معرفی کردن رو با کلام خدمت شما تقدیم کنم و امیدوارم که از شنیدنشون لذت ببرید و کمکی باشه در روند و آگاهی و بهتر زیستن. و خوشحال میشم از اینکه من رو دنبال کنید، کامنت بذارید، لطفاً لایک کنید و انگیزه‌ای به من بدید که من این مسیر رو همینطور به پیش ببرم و کمکی باشه برای کسایی که زمان و وقت اینو ندارن که کتابی رو مطالعه کنن و حتی شاید نمیخوان هزینه‌ای کنن. بسیار جستجو کردم که اولین کتابی که میخوام انتخاب کنم کدوم کتاب باشه و تعداد نظراتی که مخاطبان این کتاب بعد از خوندن این کتاب نوشته بودن بسیار تأمل برانگیز بود. حتی یه آقایی هم نوشته بودن که بعد از خوندن این کتاب و اتمام این کتاب سریع رفتن و نویسنده رو پیدا کردن و براشون نوشتن که مارک ممنونم از اینکه خیلی چیزهای خوبی در این کتاب به من یاد دادیم. امیدوارم که شما هم گوشش بدین، لذت ببرید. خودم که بسیار لذت بردم و امیدوارم که صدای من برای شما آزاردهنده نباشه و لذتشو ببرید. در خدمتتون هستم. خوشحال میشم که دنبال کننده کانال دژاوو باشید. هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، نویسنده مارک منسون، مترجم آقای میلاد بشیری که این کتاب رو تقدیم به برادرشون کردن. فصل اول، قسمت اول. سعی نکن. چارلز بوکفسکی مردی الکلی، زنباره، قمارباز، بی دست و پا، خسیس، بی اعتبار و در بدترین اوقات زندگی شاعر بود. بعید است کسی روزی برای یافتن اصول زندگی بهتر به سراغ او برود یا منتظر باشد نامش را در یک کتاب ببیند و دقیقاً به همین دلیل او بهترین نقطه آغاز است. بوکفسکی میخواست نویسنده شود، اما 10 سال طول کشید و تقریباً هیچ کدام از مجله‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌های تخصصی، بنگاه‌های ادبی و ناشران حاضر نشدند اثری از او منتشر کنند. میگفتند که آثارش افتضاح است، خام، زشت و فاسد است. در حالی که توده جوابیه‌های رد آثار و سنگینی شکست‌هایش بیشتر و بیشتر میشد، به افسردگی و الکل گرفتار شد. دردی که در بیشتر اوقات گریبانش را رها نکرد. بوکفسکی شغل ثابتی داشت و متصدی بایگانی در اداره پست بود. حقوق ناچیزی می گرفت و بیشترش را خرج مشروب می کرد. باقی مانده حقوقش را هم با قمار و شرط بندی در میدان اسب دوانی به باد می داد. شبها در تنهایی مشروب می خورد و گاهی اوقات با ماشین تحریر زوار در رفتش شعرهایش را چکشکاری می کرد. اغلب کف زمین از خواب بیدار می شد چون شب قبل همانجا از هوش رفته بود. 30 سال از عمرش را در تاریکی و پوچی با الکل، مواد، قمار و زنان بدکاره گذراند. وقتی که 50 ساله شد، پس از یک عمر شکست و بیزاری از خود، ویراستار انتشارات کوچکی علاقه خاصی به او پیدا کرد. برای ویراستار ممکن نبود که پیشنهاد پول زیاد یا قول فروش بالا به بوکفسکی بدهد، اما مهر عجیبی به این بازنده مست پیدا کرده بود. تصمیم گرفت بختش را با او بیازماید. این اولین فرصت واقعی بود که بوکفسکی پیدا می‌کرد. خودش هم متوجه اهمیت موضوع شده بود. در جواب به ویراستار نوشت: من یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کنم. در اداره پست بمانم و دیوانه شوم یا اینکه از اینجا بیرون بزنم و سرگرم نویسندگی بشوم و از گشنگی بمیرم. من تصمیم گرفتم که از گرسنگی بمیرم. بوکفسکی پس از امضای قرارداد اولین رمانش را ظرف 3 هفته نوشت. نام رمانش اداره پست بود.
در تقدیم نامه کتابش نوشت تقدیم به هیچ کس. بوکفسکی شاعر و رمان نویس موفقی شد. 6 رمان و صدها شعر منتشر کرد و بیش از 2 میلیون نسخه از کتابهایش فروخته شد. برخلاف انتظار همه به ویژه خودش به شهرت رسیده بود. داستانهایی مثل داستان زندگی بوکفسکی سرچشمه روایت‌های فرهنگی ما هستند. زندگی بوکفسکی تجسمی از رویای آمریکایی است. یک نفر برای آنچه می‌خواهد می‌جنگد، هرگز تسلیم نمی‌شود و بالاخره به بزرگترین رویایش دست می‌یابد. عملاً فیلمی آماده است تا کسی بیاید و آن را روی پرده سینما ببرد. ما همگی به داستان‌هایی مثل داستان بوکفسکی نگاه می‌کنیم و می‌گوییم دیدی؟ او هیچ وقت تسلیم نشد، هیچ وقت از تلاش دست بر نداشت، همیشه به خودش ایمان داشت، در برابر همه دشواری‌ها استقامت کرد و به چیزی که می‌خواست رسید. پس عجیب است که روی سنگ قبر بوکفسکی این جمله حک شده است. سعی نکن. با وجود فروش کتاب و کسب شهرت، بوکفسکی هنوز بازنده بود. او می‌دانست که موفقیتش حاصل عزمی راسخ نیست. کامیابی او از این حقیقت ریشه گرفته بود که می‌دانست بازنده است. بازندگی را پذیرفته بود و بعد صادقانه درباره‌اش نوشته بود. او هرگز سعی نکرد چیزی غیر از خودش باشد. نبوغ بوکفسکی در گشودن گره‌های دشواری تبدیل شدن به یک غول ادبی نبود. کاملاً عکس این بود. نبوغ او صداقتش بود، به ویژه هنگامی که از جنبه‌های ناخوشایند وجود خود می‌نوشت و شکست‌ها و ناکامی‌هایش را همرسان می‌کرد. این داستان واقعی موفقیت بوکفسکی است که نارآمدن او با خودش به عنوان یک شکست خورده. بوکفسکی هیچ انگیزه‌ای برای موفقیت نداشت. حتی پس از به شهرت رسیدن، وقتی به نشست‌های شعرخوانی می‌رفت، بیش از اندازه مست بود و به حاضران ناسزا می‌گفت. هنوز هم در ملأ عام بی‌شرمی می‌کرد و سعی می‌کرد با هر زنی باشد. شهرت و موفقیت او را به انسانی بهتر تبدیل نکرد. همینطور هم به خاطر تبدیل شدن به انسانی بهتر نبود که به شهرت و موفقیت رسید. پرورش نفس و موفقیت اغلب همراه با هم رخ می‌دهند، اما این لزوماً به این معنا نیست که اینها هر دو یکی هستند. فرهنگ امروز ما خلاصه شده است در انتظارات مثبت اما غیر واقعی. خوشحال‌تر باشیم، سالم‌تر باشیم، بهتر باشیم، بهتر از دیگران، باهوش‌تر، فرستر، ثروتمندتر، جذابتر، معروفتر، سازنده‌تر، رشک برانگیزتر و تحسین شده تر. بی‌نقص و شگفت‌انگیز باشید. هر روز طلا بخورید و طلا برینید و در حالی که همسر سلفی انداز و 2 کودک و برای خداحافظی میبوسید در بالگردتان بنشینید و به سوی دفتر کارتان بروید. شما شغل فوق‌العاده لذت بخشی دارید و روزهایتان را صرف انجام کارهای بسیار ارزشمندی میکنید که احتمالاً روزی کره زمین را نجات خواهد داد. اما اگر یک لحظه دست نگه دارید و واقعاً به اینها فکر کنید، متوجه میشوید که توصیه‌های مرسوم زندگی، تمام توصیه‌های مثبت و خودیارانه‌ای که هر روز میشنوید، در واقع بر نداشته‌هایتان تمرکز دارد. آنها آنچه را که اکنون به عنوان کمبودهای شخصی و شکست‌هایتان قلمداد می‌کنید نشانه می‌گیرند و همانها را برایتان برجسته می‌کنند. شما بهترین راه‌های کسب پول را یاد می‌گیرید چون حس می‌کنید که در این لحظه پول کافی ندارید. جلوی آینه می‌ایستید و جملات تصدیق کننده ای را تکرار می‌کنید که مثلا زیبا هستید، چون حس می‌کنید که زیبا نیستید. به توصیه‌هایی که درباره معاشرت و رابطه و دوستی است عمل می‌کنید، چون حس می‌کنید که اکنون دوست داشتنی نیستید. تمرین‌های تجسم فکری مسخره‌ای را برای موفق‌تر شدن انجام می‌دهید، چون حس می‌کنید که اکنون به اندازه کافی موفق نیستید. از قضا این پافشاری بر چیزهای مثبت، پافشاری بر آنچه بهتر و برتر است، تنها دستاوردش این است که دائما به ما یادآوری می‌کند چه چیزی نیستیم
یا چه چیزی کم داریم یا باید چه می شدیم و نتوانستیم بشویم. به هر حال هیچ شخص واقعا خوشحالی نیاز ندارد جلوی آینه بایستد و تکرار کند که خوشحال است. او به طور معمول خوشحال است. ضرب المثل تگزاسی میگوید هرچه سگ کوچکتر باشد صدای پارسش بلندتر است. یک مرد با اعتماد به نفس نیازی ندارد که ثابت کند با اعتماد به نفس است. یک زن ثروتمند نیازی ندارد که ثابت کند ثروتمند است. بالاخره یا آنطور هستی یا نیستی. اگر دائما آرزوی چیزی را داشته باشی، ناخودآگاه این حقیقت را تقویت می‌کنی که آن را نداری. همه آدم‌ها و تبلیغات تلویزیونیشان میگویند رمز زندگی خوب در داشتن شغل خوب و یا ماشین قوی‌تر، نامزد قشنگتر، وان آب گرم یا استخر بادی برای بچه‌ها و غیره است. شما هم باید باور کنید دنیا پیوسته به شما میگوید که راه رسیدن به زندگی بهتر بیشتر و بیشتر و بیشتر است. بیشتر بخرید، بیشتر داشته باشید، بیشتر بسازید، بیشتر باشید. شما پیوسته با پیام‌هایی بمباران می‌شوید که همیشه دغدغه همه چیز را داشته باشید. دغدغه خرید تلویزیون جدید، دغدغه مسافرتی بهتر از مسافرت بقیه همکاران، دغدغه خرید محوطه چمن تزئینی جلوی خانه، دغدغه خرید یک مونوپاد خوب و غیره. چرا؟ حدس من این است دغدغه داشتن چیزهای بیشتر برای رونق اقتصاد خوب است و اگرچه داشتن اقتصاد پر رونق هیچ اشکالی ندارد، داشتن دغدغه‌های بیش از حد اندازه به سلامت روحی و روانی آدم آسیب می‌زند. باعث می‌شود که بیش از حد به چیزهای ظاهری و ساختگی وابسته شوید و زندگیتان را وقف دنبال کردن سراب خوشحالی و رضایت کنید. کلید زندگی خوب داشتن دغدغه‌های بیشتر نیست، بلکه داشتن دغدغه‌های کمتر، واقعی‌تر، ضروری‌تر و مهمتر است. پایان قسمت اول.